داداش برادر نزن، ما سعادت شلیک شدن نداریم هنوز. ای تو روح چلی کردی بالاخره. حالا برنامه چیه؟ همون قبلی خودی مودی بزنیم بندازیم گردن آمریکا؟ نه حاجی این دفعه داریم میریم سمت تل‌آویو. سید یه جای خوب دیدی بگو وایسیم برای نماز و غذا، منم یه دستشویی برم. حاجی بیا غذا تو بخور، تا دیر نشده باید راه بیافتیم، نمیخوام به شب بخوریم. سید بیا یه جایی همین دوره اطراف اصابت کنی. تحمل کن بزن نزدیک شدیم هر جایی دوست داشتی شربت اصابت رو سر بکش. دارم سیگنال میفرستم بچهای مقاومت بیان دنبالمون. داداش ما رو تا نزدیکی مرز برسونی بقیه راهو خودمون میریم. زمینی بریم به گنبد آهنی هم برخورد نمی‌کنیم. بنابر اخبار رسیده 1% از پهپادها و موشک‌های شلیک شده از طرف ایران با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت کردند. این پیروزی مجد باد این پیروزی